سلام علیکم پرسپولیس. جان داداش اعصاب ندارم، چی میخوای بگی به پرسپولیس؟ متخصص آسیا نیست. این متخصص آسیا کام در چی نمیشه فینالیست. سلام علیکم استقلال. به به طرفدار عزیز، چی میخوای بگی به استقلال؟ دیگه قهرمان شو امسال. داداش حق من خوردم پارسال. سلام علیکم پرسپولیس. به به طرفدار عزیز، چی میخوای بگی به پرسپولیس؟ رقیبان گردی سرویس. داداش دیگه رقیبی جلودار ما نیست. الو سلام علیکم شیشتقلال. درست صحبت کن داداش، به ما میگن استقلال. بعد جام حذفی شدن لال. سال دیگه شما میشین کلن لال. الو سلام علیکم استقلال و پرسپولیس. جان داداش با استقلال کار داری یا پرسپولیس؟ هیچ تیمی جلو مشهد عددی نیست. پس بری هیچ خبری از قهرمانیش نیست. سلام علیکم استقلال. باز که رفتن توی قار. الو سلام علیکم پرسپولیس. به به میخوای تبریک بگی به پرسپولیس؟ جام باشگاه آسیا تو کلکسیونت نیست. ولی کارمان هست پیس. الو سلام علیکم استقلال. به به آقا خنوکه، تو دیگه چی کار داری با استقلال؟ خسته نمیرن توی قار. نداداش بره، ما فقط جام آسیا هست باهان. سلام علیکم پرسپولیس. به به طرفدار عزیز، چی نظری داری در مورد پرسپولیس؟ این همه جام بست نیست. داداش هیچ تیمی هم حریف نیست. الو سلام استقلال. بله تیکه نندازی که حساب ندارم ها. نه خدای قهرمان ایرانه. ایوان داری آدم میری. الو سلام علیکم پرسپولیس. به به الو سلامی، چیکار داری با پرسپولیس؟ همه تیما کردن جلوت خیس. چاره جزی نیست. سلام استقلال. بفرمایید طرفدار عزیز جانم چیه؟ بندت کنم به دیوال. طرفدار استقلال موقع پدرت دریه. سلام پرسپولیس. بله باز تویی میخوای تیکه بندازی؟ نه بابا سرور استقلاله. دمت گرم.